سلام. خوب هستی؟ حال شما خوبه؟ بفرمایید چرا نشستی؟ یه لباسم کثیف بود گفتم مبلاله کثیف نشه. در خدمتتون بفرمایید. صبحونه خوردی؟ بله خوردم، دستتون درد نکنه. آقا در خدمتم جا. من دیشب این خیابون پایینی داشتم جارو میکشیدم، بعد لای شمشادای این چمدون پیدا کردم، گفتم بیارم خدمتتون تقدیم کنم. این چی روش نوشته؟ فکر کنم بالا کاروان زیارتی یک کد هست، یه اسمم روش نوشته. چرا آوردی پیش من؟ میدونی به بچه ها یاست. آقا یه چیز خیلی مهم توشه. با بچه ها هماهنگ کردم، باشون مشورت کردم، گفتن اگه چیز مهمه فقط بده به خود رئیس. چه چیز مهمی توشه؟ نزدیک 15 کیلو طلا. چقدر؟ 15 کیلو طلا.